درود بر شما همراهان گرامی به کانال داستان‌های جاودانه خوش آمدید. جایی که هر بار یکی از روایت‌های ماندگار تاریخ را زنده می‌کنیم و از دل گذشته نوری بر امروز می‌تابانیم. این بار سراغ داستان مردی می‌رویم که نامش با عدالت و خرد و بنیانگذار یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان گره خورده است. مردی که از دل قبایل پارس برخاست و سرنوشت سرزمین‌ها را تغییر داد. اگر آماده اید سفری کوتاه اما پرماجرا به روزگاری آغاز کنیم که بذر یک قدرت بزرگ در حال جوانه زدن بود. این روایت داستان سلطنت کوروش هخامنشی است. داستان کوروش از سرزمینی آغاز می شود که بعدها قلب امپراتوری هخامنشی شد. انشان ناحیه‌ای در جنوب غربی فلات ایران. کوروش حدود سال 590 پیش از میلاد چشم به جهان گشود. در دورانی که حکومت‌ها قبیله‌ای بودند و جنگ‌ها پی در پی رخ می‌داد و قدرت در دست شاهانی بود که برای حفظ تاج و تخت از خشونت ابایی نداشتند. با این حال کوروش در خانواده‌ای به دنیا آمد که ریشه‌هایش نماینده دو جهان بود. پدرش کمبوجیه اول از شاهان پارس و مادرش ماندانا دختر آستیاگ پادشاه مادها. همین پیوند خونی سرنوشت آینده او را رقم زد. کوروش کودکیش را میان مردم سختکوش پارس گذراند. قومی که به سادگی زندگی می کردند اما به شجاعت، وفاداری و مهارت جنگی مشهور بودند. برخلاف دربار مادها که غرق تشریفات بود، سبک زندگی پارسی ها ساده، بی تجمل و همراه با آموزش های سخت نظامی بود. این تضاد فرهنگی شخصیت کوروش را ساخت. هم صلابت و سیاست مادها در خونش بود، هم روحیه آزاد و جنگاور پارسی در جانش. در همین سالها پادشاه ماد آستیاگ از ظلم و سختگیری‌هایش به تدریج از چشم مردم افتاده بود. اشراف ناراضی، سپاهیان خسته و مردم فقیر شده زمینه تغییر را فراهم می‌کردند. اما هنوز کسی نبود که توان رهبری این تحول را داشته باشد. در چنین زمانی کوروش جوان در میان همنسلانش برجسته تر دیده میشد. هوشی فراوان، رفتار آرام و توانایی فرمان دادن نه از سر زور بلکه از سر اعتماد. کم کم نام کوروش نه فقط در میان پارسی ها بلکه در نگاه تیزبین بزرگان ماد نیز شنیده میشد. کسی نمی‌دانست که این جوان از تبار دو قوم به زودی عامل یکی از بزرگترین دگرگونی‌های تاریخ شود. جرقه‌ای که پایان سلطنت آستیاگ و آغاز عصری تازه را رقم بزند. با رسیدن کوروش به نوجوانی و سپس جوانی، شرایط سیاسی مادها روز به روز بحرانی تر می شد. آستیاگ پادشاه ماد و پدر بزرگ مادری کوروش سالها با تکیه بر ثروت با شبکه‌ای از فرمانروایان محلی حکومت کرده بود. اما با گذشت زمان ظلم، بی‌اعتمادی و خشونت‌های او باعث شد شکاف میان حکومت و مردم عمیق‌تر شود. اشراف ماد از مالیات‌های سنگین ناراضی بودند، سپاهیان دستمزدشان را دیر دریافت می‌کردند و بسیاری از فرماندهان از ترس مجازات‌های بیرحمانه پادشاه در نهان به دنبال راهی برای پایان دادن به سلطه او بودند. در همین دوران نام کوروش جوان بیش از گذشته شنیده می‌شد.
او از تبار ماد و پارس بود و همین ویژگی باعث می شد بسیاری او را گزینه‌ای مناسب برای وحدت دوباره این دو قوم بدانند. مهمترین نیرویی که بعدها سرنوشت کوروش را تغییر داد هارپاک بود، سرداری بزرگ که زمانی مشاور اصلی آسیاگ به شمار می رفت. آسیاگ در گذشته با بیرحمی خانواده هارپاگ را نابود کرده و او را تحقیر کرده بود. این زخم کهنه هارپاگ را در مسیر انتقام قرار داد. هارپاگ در پنهان بسیاری از فرماندهان ماد را با خود همراه کرد و پیام‌های محرمانی برای کوروش به انشان فرستاد. او کوروش را تشویق کرد تا قیامی بزرگ علیه پادشاه ماد آغاز کند، قیامی که نه تنها پارسی ها بلکه بسیاری از مادهای ناراضی نیز از آن حمایت کردند. نبرد میان مادها و پارسها سرانجام در حدود 550 پیش از میلاد آغاز شد. آسیاگ با غرور و اطمینان از قدرتش وارد میدان شد، اما خیلی زود دریافت که بسیاری از فرماندهانش یا به کوروش پیوستند یا از جنگیدن دست کشیدند. ارتش ماد فرو پاشید و کوروش بدون آنکه خونریزی بزرگی به پا شود اکباتان پایتخت مادها را فتح کرد. با این پیروزی کوروش نه تنها شاه پارس بلکه وارث تاج مادها نیز شد. این لحظه آغاز تشکیل امپراتوری هخامنشی بود، امپراتوری که قرار بود جهان را تغییر دهد. پس از سقوط مادها کوروش با پادشاهی روبرو شد که آرامش را بر نمیتابید، کرزیوس فرمانروای ثروتمند و قدرتمند لودیه در آسیای صغیر از اتحاد ماد و پارس و قدرتگیری کوروش نگران بود. او گمان می‌کرد که کوروش فرمانروایی بی تجربه است و با حمله سریع می‌تواند قدرت را دوباره به دست اشراف ماد بازگرداند. از سوی دیگر ثروت افسانه‌ای لودیه و موقعیت استراتژیک آن انگیزه‌ای بود که هیچ فرمانروای بزرگی از کنار آن بی‌تفاوت نمی‌گذشت. کرزیوس نخستین گام را برداشت. او از رود هالیس عبور کرد و وارد سرزمین‌های شرقی شد. اما واکنش کوروش سریع و هوشمندانه بود. کوروش با ارتشی منظم و فرماندهانی وفادار به سوی مرزهای لودیه حرکت کرد. نخستین برخورد نظامی میان دو سپاه در حوالی رود هالیس رخ داد. نبردی سخت که با عقب نشینی لودی ها پایان یافت. کرزیوس گمان کرد کوروش تا بهار آینده دست حمله نمیزند، پس سپاهش را مرخص کرد. اما کوروش برخلاف همه انتظارها در زمستان، فصلی که هیچ فرمانروایی فکر جنگ در آن را نمی کرد، به سرعت به سوی لودیه پیشروی کرد. این حرکت جسورانه باعث شد ارتش کرزیوس غافلگیر شود. کوروش سارد پایتخت لودیه را محاصره کرد. کرزیوس دفاعی سخت ترتیب داد، اما سپاه پارس با استفاده از تاکتیک‌های نوآورانه و توان بالای سوارکارانش برج‌های دفاعی را شکست. پس از چند هفته سارد سقوط کرد و کرزیوس اسیر شد. این پیروزی نقطه عطفی در فرمانروایی کوروش بود. با فتح لودیه سرزمین‌های پارس و ماد به سواحل دریای اژه رسیدند و یکی از ثروتمندترین پادشاهی‌های جهان با تمام دارایی‌اش به امپراتوری تازه تأسیس کوروش پیوست. اکنون کوروش نه فقط یک پادشاه منطقه‌ای بلکه قدرتی جهانی بود که چشم دولت‌های بزرگ آن زمان را به خود جلب کرده بود. پس از فتح لودیه و تثبیت قلمرو غربی،
کوروش بزرگ به سوی بزرگترین قدرت زمان بابل پیش رفت. بابل شهری افسانه‌ای و مرکز فرهنگ و ثروت میانرودان بود که سالها حکومت مستقل خود را حفظ کرده بود. فتح این شهر برای کوروش نه فقط یک پیروزی نظامی بلکه نماد مشروعیت و اقتدار امپراتوری تازه بود. کوروش با هوشمندی و برنامه‌ریزی دقیق از جنگ مستقیم و تخریب پرهیز کرد. او با استفاده از کانال‌ها و سدهای فرات مسیر آب را طوری تغییر داد که سپاهش بتواند از آب عبور کند و وارد شهر شود. هنگامی که سپاه پارس به دروازه‌های بابل رسید، مقاومت شهر بی‌نتیجه بود و کوروش بدون آنکه درگیری خونینی رخ دهد شهر را فتح کرد. اما این تنها یک پیروزی نظامی نبود. کوروش سیاستی انسانی و پیشگامانه در پیش گرفت. او معابد و اماکن مقدس را تخریب نکرد. مردم بابل را آزاد گذاشت تا دین و رسوم خود را حفظ کنند و حتی یهودیان اسیر در بابل را آزاد و به سرزمینشان بازگرداند. این اقدام بعدها در کتیبه منشور کوروش ثبت شد و او را به نماد عدالت و انسان دوستی تبدیل کرد. با فتح بابل، امپراتوری کوروش از شرق ایران تا میان رودان و از آسیای کوچک تا خلیج فارس گسترده شد. او سیستم اداری ساتراپی ها را برای اداره سرزمین های وسیع ایجاد کرد. استانهایی با حاکمان محلی که تحت نظارت مستقیم شاه مالیات پرداخت می کردند و امنیت راهها برقرار بود. سیاست آزادی مذهبی، عدالت و احترام به فرهنگ ها باعث شد امپراتوری هخامنشی نه فقط با زور بلکه با وفاداری مردمانش پابرجا بماند. فتح بابل و اقدامات کوروش در این شهر نشان دهنده تکامل حکمرانی او از یک فرمانده نظامی به یک پادشاه عادل و حکیم بود. این سیاست‌ها نه تنها قدرت او را تثبیت کرد بلکه راه را برای گسترش امپراتوری و نفوذ فرهنگی هخامنشی هموار ساخت. پس از فتح بابل و تثبیت امپراتوری، کوروش بزرگ به سوی شرق حرکت کرد تا قلمروی تازه گسترش یافته‌اش را از حملات قبایل شرقی محافظت کند. یکی از مهمترین این نبردها رویارویی با ماساگت‌ها، قومی جنگاور در فلات ایران و آسیای میانه بود. روایت‌ها می‌گویند کوروش در نبردی شجاعانه شرکت کرد اما در جریان جنگ جان خود را از دست داد و فرماندهی سپاه به جانشینان او سپرده شد. با مرگ کوروش در حدود سال 530 پیش از میلاد پایان یک دوران بزرگ رقم خورد، اما امپراتوری او به لطف سیاست‌های مستحکم و ساختار اداری که ایجاد کرده بود پابرجا ماند. میراث کوروش فراتر از قلمرو سیاسی بود. او به عنوان یک پادشاه عادل و انسانی شناخته شد، کسی که تسلط نظامی را با احترام به فرهنگ‌ها و آزادی مذهبی ترکیب کرد. منشور کوروش که از جمله نخستین اسناد حقوق بشر به شمار می‌رود، نشان دهنده توجه او به عدالت و رعایت حقوق مردم است. این منشور آزادی یهودیان و احترام به سنت‌های محلی در بابل را ثبت کرده است. با راه اندازی سیستم ساتراپی، امپراتوری هخامنشی توانست سرزمین‌های وسیع و متنوع خود را مدیریت کند. روشی که بعدها الگوی بسیاری از امپراتوری‌های بعدی شد. آزادی مذهبی، احترام به فرهنگ‌ها و توجه به عدالت اجتماعی باعث شد حکومت او نه با زور بلکه با وفاداری و اعتماد مردم تثبیت شود. کوروش نه تنها سرزمین‌ها را فتح کرد بلکه نام خود را در تاریخ جاودانه کرد.
از آسیای کوچک تا میان رودان و از رود سند تا خلیج فارس او یک امپراتوری عظیم بنا نهاد که الگوی حکومتداری و انسان دوستی شد. افسانه ها و روایت های او هنوز الهام بخش نسل هاست و نشان می دهد که قدرت واقعی وقتی با خرد و عدالت همراه شود جاودانه می ماند. و این بود داستان سلطنت کوروش کبیر، مردی که از دل قبایل پارس برخاست، عدالت و خرد را با قدرت ترکیب کرد و امپراتوری بنا نهاد که حتی امروز نیز الهام بخش است. روایتی که نشان می‌دهد اگر قدرت واقعی پای اخلاق و انسان دوستی در میان باشد جاودانه می‌ماند. اگر از این داستان تاریخی لذت بردید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا با هم به سراغ دیگر روایت‌های ماندگار تاریخ بریم و هر هفته پرده‌ای تازه از داستان‌های جاودانه را باز کنیم.